سلام دوستان، من امید هستم و به داستانهای من خوش آمدید. در این داستان ترسناک و واقعی را برای شما تعریف خواهم کرد. اگر از داستان خوشتون اومد به کانال ما بپیوندید تا داستانهای ترسناک دیگر را که هر شب میگذاریم ببینید. من سالها قبل از بازنشستگی معلم بودم و در مدارس پرسر و صدای شهر تدریس می کردم. به دنبال آرامش و سکوتی دائمی بودم و تصمیم گرفتم خانه‌ای قدیمی در روستایی دور افتاده و کم جمعیت را خریداری کنم. خانه‌ای با دیوارهای سنگی، ضخیم و حیاتی پوشید از درختان انبوه که با وزش باد صدای زوزه‌هایی در دل شب پخش می‌کردند. ساختمان این خانه به شدت فرسوده و پر از ترک بود. گویی روح سالیان دوری در آن به دام افتاده بود. من با اینکه از ظاهر ترسناک خانه کمی می ترسیدم، تصمیم گرفتم چند ماهی در آنجا بمانم تا شاید خستگی سالها کار از تنم بیرون رود. همسایه های روستا وقتی فهمیدند من خانه متروک را خریداری کردم به من هشدار دادند که این خانه شهرت خوبی ندارد و اهالی قدیمی روستا مدتی آنجا را خانه نفرین شده می نامیدند. برخی از آنان با صدای آرامی به من می گفتند که در شبهای تاریک صدای زمزمه هایی نامفهوم از خانه شنیده می شود، اما من این هشدارها را به خرافات محلی نسبت دادم و در دلم به کسانی که باورشان کرده بودند لبخند می زدم. من تصمیم گرفتم برای خود زندگی جدیدی بسازم و شاید حتی خرافات قدیمی را به عنوان معمایی ملموس برای داستانهایم به کار گیرم. شب اول را در اتاقی قدیمی و بزرگ در طبقه اول سپری کردم. این اتاق با اثاثیه‌ای عتیقه و تیره رنگ و بوی خاک و خرده‌ای از گذشته پر شده بود. من روی مبل چرمی قدیمی نشسته بودم و کتابی که تازه خریده بودم را می خواندم. ساعتی از نیمه شب گذشته بود که حس کردم صدای ضعیفی مثل خشخش کاغذ از راهرو به گوشم می رسد. در ابتدا فکر کردم صدا از خیالاتم است، اما وقتی گوش دادم صدا واقعی به نظر می آمد. از جایم بلند شدم و با چراغ قوه کوچکی که در دستم داشتم به سمت راهرو رفتم. راهروی باریک و تاریک، خانه به گونه ای بود که حتی در روز هم نور کمی از پنجره های کوچک به آن وارد می شد. به آرامی قدم در راهرو گذاشتم و به صدا نزدیکتر شدم، اما ناگهان همه چیز به سکوت محض فرو رفت. این حس عجیب گویا چیزی در دل تاریکی منتظر بود. کمی ترسیدم و به اتاق برگشتم. همین که خواستم به خواندن ادامه دهم بار دیگر احساس کردم که چشمانی از دور به من خیره شده‌اند. حسم آنقدر قوی بود که جرأت نکردم به پشت سرم نگاه کنم و تصمیم گرفتم در اتاق بمانم. روز بعد هنوز تحت تاثیر صدای شب گذشته بودم. تصمیم گرفتم خانه را بیشتر بگردم و ببینم آیا چیزی غیر طبیعی وجود دارد یا نه. راهرو را دنبال کردم تا به دری قدیمی در انتهای آن رسیدم. دری که به زیر زمین خانه می رسید. حس می کردم این زیر زمین رازهایی را در خود پنهان کرده است. وقتی به دیوارهای راهرو دقت کردم لکه‌های سیاه و عجیبی شبیه به آثار انگشتانی کشیده و بلند روی دیوارها دیده می شد. این انگشتان به نوعی غیر انسانی و نگران کننده به نظر می آمدند. کنجکاوی من را فرا گرفت. بعد از لحظاتی مکث و تردید به سراغ در زیر زمینی رفتم و آن را با احتیاط باز کردم. هوای سرد و نمداری به صورتم خورد که بوی پوسیدگی و کپک به همراه داشت. پله‌های چوبی به زیر زمینی تاریک و مرموز منتهی می شد. با چراغ قوه‌ای که همراه داشتم آرام آرام پله‌ها را پایین رفتم. فضای زیر زمین پر از قفسه‌های چوبی و با وسایل عتیقه و زنگ زده بود. در گوشه‌ای از زیر زمین جعبه‌ای چوبی و بزرگ و قفل زنگ زده‌ای به چشم می‌خورد که انگار سالها دست نخورده مانده بود. بعد از خروج از زیر زمین هنوز قلبم به تندی می‌تپید. شب دوم وقتی در رخت خوابم خوابیده بودم حس کردم صدای زمزمه‌هایی
از داخل دیوارها به گوش میرسد. صدایی آرام و نامفهوم که در دست مثل یک تلالایی مرموز و ترسناک بود. هرچه بیشتر گوش میدادم صدا واضح‌تر میشد. شبیه صدای زنی بود که با آرامی چیزی را زمزمه میکرد. ابتدا تلاش کردم به آن بی‌توجهی کنم، اما وقتی صدای زمزمه ها به فریادی آرام تبدیل شد، با وحشت از خواب پریدم و چراغ کنار تخت را روشن کردم. صبح روز بعد تصمیم گرفتم با همسایه ها صحبت کنم و درباره تاریخچه خانه بپرسم. پیرمردی که در کلبه‌ای کوچک نزدیک خانه زندگی میکرد برای من تعریف کرد که سالها پیش خانواده‌ای در این خانه زندگی میکردند که به طرز وحشتناکی به قتل رسیدند. پیرمرد با صدای آرام و لرزانی گفت که اجساد آنها در زیر زمین پیدا شده و از آن زمان به بعد این خانه خالی مانده و هر کس وارد آن شده باشد اتفاقات عجیب و ترسناکی روبرو شده است. پس از شنیدن این داستان تصمیم گرفتم حقیقت ماجرا را کشف کنم و دوباره به زیر زمین برگشتم. با چراغ قوه‌ای از پله‌ها پایین رفتم و به سمت جعبه‌ای که در گوشه از زیر زمین بود نزدیک شدم. حس عجیبی در وجودم میگفت که این جعبه رازهایی این خانه را در خود نگه داشته است. قفل را شکستم و در جعبه را باز کردم. داخل جعبه دفترچه‌های قدیمی، عکس‌های سیاه و سفید و نامه‌هایی با دستخط‌های ناآشنا وجود داشت. یکی از دفترچه‌ها را برداشتم و شروع به خواندن کردم. دفترچه اول نوشته‌هایی با دستخطی لرزان و نامرتب داشت. نوشته‌ها درباره احساسات و تجربیات فردی بود که انگار به تدریج در حال از دست دادن عقل خود بوده است. او از شنیدن صداهای عجیب و حس و حضور موجودی ناشناخته در خانه نوشته بود. این نوشته‌ها به طرز عجیبی به تجربه‌های من شباهت داشت. وقتی به انتهای دفترچه رسیدم متوجه شدم که نویسنده هشدار داده بود این خانه توسط نیروی تاریک تسخیر شده و نباید در آن زندگی کرد. آن شب من با وجود وحشت فراوان در خانه ماندم و چراغ‌ها را روشن کردم و روی مبل نشستم. منتظر بودم تا ببینم آیا اتفاق دیگری می افتد یا نه. حدود ساعت 3 بامداد بود که حس کردم هوای اتاق به طرز عجیبی سنگین شده است. سایه‌ای تاریک از وسط اتاق گذشته و درست مقابل من ایستاده. سایه مثل یک شکل انسانی اما بدون چهره بود و با سرعتی عجیب به سمت من نزدیک شد. با وحشت از جا پریدم، اما سایه با سرعت به من رسید و من را در میان صدای زمزمه‌های وحشتناک محاصره کرد. صبح روز بعد دیگر توان ماندن نداشتم و وسایلم را به سرعت جمع کردم و از خانه بیرون رفتم. اما وقتی به ماشینم رسیدم و از دور به خانه نگاه کردم، چیزی در آینه عقب توجهم را جلب کرد. یک لحظه چهره‌ای نامشخص و تاریک را دیدم که در صندلی عقب ماشین به من خیره شده بود. حتی بعد از آن که خانه را ترک کردم احساس می کردم این سایه تاریک همچنان پشت سرم است و نمی‌خواهد من را رها کند. هر وقت این داستان را برای هر کسی تعریف خواهم کرد مو به تنم سیخ می شود و هرگاه بهش فکر می کنم از ترس دست و پاهایم می لرزد. دوستان، این بود از داستان امشب ما. تا داستان دیگر و شبی دیگر پر از ترس های عجیب، شما را به خدای بزرگ می سپارم. بدرود.